سازمان همکاری اسلامی از نشست در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان در کشور گامبیا با حضور نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی خبر داده است. در خبرنامه این نهاد آمده است که نشست دیگر تحت عنوان شورای وزیران خارجه این سازمان نیز در کشور کامرون برگزار خواهد شد. این سازمان همچنان بر تعهدش برای حمایت از افغانستان و گفتگوی سازنده با امارت اسلامی نیز تاکید کرده است. افغانستان محور نشست کشورهای جهان. سازمان همکاری اسلامی از نشستی در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان در کشور گامبیا با حضور نمایندگانی از کشورهای اسلامی خبر داده است. در خبرنامه نهاد آمده که نشست دیگر تحت عنوان شورای وزیران خارجه این سازمان نیز در کشور کامرون برگزار خواهد شد. وضعیت افغانستان از اولویت‌های آجندای کشورهای اسلامی در گامبیا و شورای وزیران خارجه در کامرون خواهد بود. ما در حاشیه نشست دوحه با تعداد از نمایندگان ویژه بین المللی برای افغانستان دیدارهای متعدد داشته ایم. این گونه نشست ها هیچ وقت به درد مردم افغانستان نمیخوره. مانند نشست دوحه دیدیم که هیچ گونه نتیجه مثبت به نفع مردم افغانستان نداشت و این نشست های کنفرانس اسلامی هم در آینده و حال نتیجه بخش برای مردم افغانستان نیست. این سازمان همچنان بر تعهدش برای حمایت از افغانستان و گفتگوی سازنده با امارت اسلامی نیز تاکید کرده است. شماری از آگاهان هم بر این باورند که نشست کشورهای اسلامی میتواند در رابطه با وضعیت جاری افغانستان تاثیر مثبت داشته باشد. دیده شد که نشست 18 و 19 فوریه در خصوص افغانستان زیاد موثر و مفید واقع نشد، چون طالبان اشتراک نکردن و همچنان جامعه مدنی هم اشخاصی بودند که دست نشانده خود ملل متحد و نماینده مردم افغانستان. بنان در این مقطع بسیار خوب است که سازمان همکاری اسلامی پا دراز کردن و نشست میکنه یک مومد و مفید واقع خواهد شد و این مشکل حل خواهد کرد و طالبان هم چون کشورهای اسلامی است به گپای ازیا گوش خواهد دادن. این گفته ها در حال مطرح می شود که روز گذشته نشست دوحه با محور افغانستان و میزبانی سازمان ملل با پایان رسید.